علیکم اکای حاجی داملا، سوال دارم. آیا موی سر یا ریش را سیاه کردن درست است یا درست نیست؟ موی سر سیاه کردن، خدا رحمت کند، امام مالک مکروه تنزیهی گفتند. امام ابو یوسف به سیاه کردن ریش و موی سر اجازت دادند، لیکن حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از حدیثایی که نهی آمده است از پیغمبر خدا که شما مویها و ریشهای خودتان سیاه نکنید، از این حدیث ها برای ما و شما خبر دادند که موی سر و ریش سیاه نکنید. گفتند فقط اجازت دادند که برای آدم مجاهد درست است. مثلا مجاهد هایی که در کوه ها و در گویم که همون مکان هایی که با دشمن ها می جنگند، برای حیبت موی سرشان سیاه کنند، ریش هاشان سیاه کنند که در چشم دشمن جوان تابند، درست است. برای مجاهدا اجازت می دهد. لیکن برای کسی که اگر خواستگاری می رود، در کتاب ذکر می شود، برای خواستگاری رفتن ریش یا موی سرش اگر سیاه کند، اینجا در این الکه چی است؟ این خیانت می شود، این فریب دادن می شود، اینش اجازت دادگی نیستند. یا برای زیباگی، این هم درست نیست. خب دویم از سوال، اذان در گوش کودک ضرور است یا نه؟ دختر باشه